به نام خدا. به این روزای جنگی خوش اومدین. اینجا پادکست پناهگاهه و قراره از ساختن بگیم. ساختن زندگی زیر سایه بمب‌ها. فصل جنگ. قسمت ششم. ناهار هلهلکی. تا حالا از عجله کردن توی یه چیزی پشیمون شدی؟ آدم سریع باید به کاری که میتونه از پسش بر بیاد برسه. باید خودشو برسونه جایی که بهش نیاز داره. هله بیه که کرجو که زدن، پسرک جوون 20 و چند ساله‌ای نزدیک اونجا بود. از ترسش سریع خودشو رسوند خونه. معلم قرآن و قاری مسجد بود. مجرد بود هنوز. مادرش براش نهار بار گذاشته بود. سریع رفته بود سر غذا و بدون اینکه به مادرش چیزی بگه تون داشت غذا میخورد. قاشق پشت قاشق بالا و پایین میرفت. مادرش پرسون نگاش کرده بود. چته؟ چرا داری هلهلی غذا میخوری؟ جواب داده بود من میتونم کمک کنم. امداد بلدم. سواد هلال احمری دارم. برم اونجا میتونم کمک کنم. اونجا بهم نیاز دارن. بعدم سریع خودشو رسونده بود به پل. دومین موشکو که زدن همونجا، دقیقاً همون جایی که موشک اول خورده بود، جوونک قاری صداش خاموش شد. تابوت شهیدو توی مسجد گردوندن و باهاش ودا کردن. آخرین تصویر توی ذهن مادرش همون ناهار هلهلکی بود. غذایی که از دهن نیفتاد. پناهگاه. پناه به نقطه امن شنیدن.